تا حالا شده که پیش خودت فکر کنی یه شبیه سازی گیم نت داشته باشی برای کامپیوترت، ولی کامپیوترت قوی نباشه، میری سراغ اندروید و اندروید یعنی و یکیش فقط برای اندروید هست که اونم خیلی چرت و پرته. ولی امروز باید با هم دیگه بهتون بگم که شبیه سازی گیم نت 2 هم برای اندروید. سلام بچه‌ها، من پارسا هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب. توی این ویدیو همونطور که بهتون گفتم میخوایم بریم شبیه سازی گیم نت 2 رو برای اندروید استارت بزنیم و یه گیم پلی داشته باشیم. تا آخر ویدیو با من همراه باش. لایک، کامنت و سابم فراموش نشه و اینم بهت بگم دوربین جدید داریم، یعنی دوربین دوم، ولی خیلی ازش استفاده نمیشه. Let's go. با هم دیگه بریم سراغش. ناو گیم رو میزنیم و استارت. همه اینا رو آف میکنیم. نه اشتباهی استارت دارم. یه چیزی یادم رفت. بیایم بیرون. الان اینجا که اینطوری بزنیم اینجا باید اسم چیز اون انتخاب کنیم. من میزنم گیم نت پاروانسا. یه لقبی خودمون میدیم پاروانسا. همه اینا رو هم آف میکنه. اینا آف باشه خیلی بهتره، بخاطر اصلا چیز اضافیه واقعا. مدارس هم شروع شد و دن سرویسی ها به جایش. خب اینجا زمانی که میرین کنن هم یکیش همینطوری بود، حالا نمیدونم چرا درستش نکردم. بیاین توی نه اینو کنسل میزنیم اشتباه زدم. بیاین توی دومیه، بازم اشتباه زدم. توی همین این گرافیکو بیان رو وسط، اینم ببریم یکم ته. بیاین بهترین گرافیکو که صدام تو فضا میگه چه خیلی بهتره. این بعد براتون میادم خیلی مشکلی نیست. اصلا کامپیوتر رو دیگه بازی کردی، خیلی بازی خفن ولی سیستم بالایی. اینجا یه نتونه یه اونور. اینا اینجا اسم گیمات رو میاد گیمت پاروانسا. یا حضرت عباس.
خب میریم الان توی این چیزه، بیاین این و بریم توی آمازون. از سفر بزرگ کنیم، بزنیم روی سیستم. اینو ترجیح میدم بگیرم. شده باش، ترجیح میدم اینو بگیرم. سری کاری کنیم، مدهش کنیم بهتر. کجا رفت؟ با من این نمیخوام سفارش بدم که اینو سفارش میدم. بعد بریم پایین. صندلیه که داریم بریم، میخواد کیبورد. اینو سفارش میدم. مانیتور اینو سفارش میدم. موسم این دیگه تمام. بیایم اینجا همه اینا رو سفارش میدم. بیایم بیرون. خب بعد اینم میزنیم اینجا. بریم تو نقاشی ها. بیایم اینجا سفر بزرگ کنم. اینو انتخاب میکنم برای الان. نگاه کنید دیوارم نه این سقفم بود فکر کنم. این زمینه، این سقف بود. سقف اینو میگیرم. زمینم این. دیگه پول ندارم اسکی. خب یا حضرت آه. خب نه شب فضای گیمت. شطورم وسایلامون آورد. اینم مانیتوره.
کیبورد و اینم کیس. کیس رو میذاریمش اینجا. نه کجا رفته؟ اینم کیبورد رو میریم میذاریم اینجا. بتم. خب این بود پارت اولش. حالا اگه پارت بعدیش هم میخوایم بگیم، حالا دید مغازه رو تعطیل میکنم. حالا اینو بس سیو کردنش. اصلا این مثل یکش نیست که سیوش کنین و دوباره خراب، یعنی مغازتون کثیف بشه. این قشنگ اونی که هست تو هست. دوباره میریم داخلش. داره میره بالا. کیفیت کامپیوترشو نداره ولی خوبه. اینجا میخوابیم و بعدش گیم سیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابم فراموشتون نشه.